اعلیحضرت ویلیام الکساندر شاهین ایران، خانم‌ها و جنابان، حاضرین گرامی، همه شما را به چهارمین امروزه ما زیر عنوان آب ما را متحد می‌سازد خیر مقدم می‌گویم. امروز مسئله متحد سازی جامعه جهانی برای حل مسائل مربوط به آب اهمیتی دوچند کسب کرده است. آب همچون منبع اساسی حیات با تأثیر تغییریابی اقلیم، افزایش با سرعت اهالی، وسیع‌شوی شهرها و دیگر عامل‌های به آن تأثیر رسان زیر فشار عمیق قرار دارد. برای تغییر دادن این تمایل اندیشیدن تدبیرهای تأخیر ناپذیر در همه سطح‌ها ضرور میباشد. در عکس آن سلامتی ما و شما، پایداری محیط زیست، دسترسی به غذای سالم، منبع‌های طبیعی و در نهایت کار رسیدن به هدف‌های رشدی استوار زیر خطر باقی میماند. محض به همین خاطر کشور ما طی 12 سال آخر مسائل مربوط به آب و اقلیم را با مرام پیش برده در روزنامه جهانی رشد نقش مؤثر بازیده ایستاده است. در این دوره با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد دایر به این موضوع 9 قطعنامه قبول کرد که هدف آنها به متحد سازی جامعه جهانی جهت حل مشکلات موجوده وابسته به آب و سرعت بخشیدن به عامل‌ها در این جهت نگرانیده شده است. حاضرین محترم، آب در واقع نیروی سازنده دارد. همکاری دسته‌های آب طی 10 سال آخر باعث آن گردید که کشورهای از لحاظ جغرافی، رشد اقتصادی و فرهنگ و زبان گوناگون جهت تطبیق هدف‌های مربوط به آب کوشش‌های مشترک به خرج دهند. تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند در یک مدت نسبتاً کوتاه برای پیشبرد مسائل وابسته به آب و اقلیم کارهای زیادی را انجام دادند. اشتراک فعال دو کشور در پنل سطحی بلند عاید به آب، ائتلاف آب و اقلیم، روند آبی دوشنبه در برابر دیگر پلتفرم‌های جهانی گواه این گفته‌ها میباشد. امروز ما میزبانی همایش بزرگ تاریخی کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به شرح فراگیر میان مولتی هدف‌های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را به عهده داریم. ما این شریکی را همچون نمونه همکاری و همدلی خصوصا میان کشورهای مترقی و رو به ترقی، بالا آب و پایان آب ارزیابی میکنیم. میخواهم با استفاده از فرصت با اعلیحضرت ویلیام الکساندر و حکومت پادشاهی نیدرلند برای همکاری سودمند در این روند اظهار منتداری نمایم. حاضرین گرامی، کنفرانس با کار خود شروع میکند. انتظاری های جامعه جهانی از این چهارمین زیادند. البته با برگزار گردیدن کنفرانس آبی سازمان ملل متحد مشکلات ما در این سطح یکباره از بین نخواهد رفت. در برابر این اعتماد کامل دارم که جامعه جهانی در پیشبرد موضوع جهانی آب توسط همکاری و دستگیری همدیگر با استفاده از مکانیزم‌های موجوده جهت حل مشکلات آب در همه کشورها تلاش‌های مشترک به خرج خواهند. همچنین باور دارم که با ابراز اراده قوی سیاسی، قبول عهده‌داری‌ها و راه‌اندازی عمل‌های مؤثر از جانب همه ما یعنی کشورهای عضو و نظام سازمان ملل متحد، نهادهای مالیوی، سازمان‌های بین المللی و همه طرف‌های منفعت‌دار برای تطبیق روزنامه عمل در ساحه آب بتوانیم به هدف‌های اصلی کنفرانس نائل گردیم. دوستان عزیز، من یک مثال میارم از خود واقعیت تاجیکستان، منطقه آسیای مرکزی. تاجیکستان مشکلی آب ندارد. برعکس
همچون کشور کوهستانی 93%ش کوههای بنیاد بلند تشکیل میدهد زیاده از 14,000 پیریک‌ها داشتند. در زمان 50 سال آخر 1000 پیریک پوره آب شده از بین رفت. تاجیکستان کشور صنعتی نیست. ما از لحاظ استحصال انرژی سبز در دنیا جای ششم را اشغال میکنیم و طریق گاز کربن با اتمسفر نداریم. لیکن پیریک‌های 13,000 پیریک که باقی مانده است سرعت آبشوی خیلی زیاد شده ایستاده است. اینا من برای چی گفته ایستادم که در حدود تاجیکستان 60% آبی آسیای مرکزی تشکل می آورد. عاقبت چی می شود اگر همین صورت دوام دادن گیرد؟ اما همین حالت را به نوبت گرفته ما با تشبث نو برآمد کردیم و از همه شما از کشورهای شما ما ملت‌داری خود را بیان میکنیم برای آنکه تشبث نوی تاجیکستان را دایر به حمایه حفظ پیریک‌ها و اعلام کردن سال 25 سال حفظ پیریک‌ها تذکری کردید. ملت‌داری حکومت جمهوری تاجیکستان را بیان میکنم. اطمینان کامل دارم که همه ما با استفاده از این فرصت با تکیه به نیروی متحد کننده آب برای دستیابی به نتیجه‌های موثری این همایشی تاریخی سهم مناسب خود را میگذاریم. از توجهتان سپاسگزارم.